کله میاره تو کله یا زیر چونت رو میگیره، شروع میکنه لفظ اومدن. یقه منو گرفته یا زیر چونم، هیچ فرقی نمیکنه. اولین کاری که من باید بکنم اینه که صورتمو داشته باشم، چون 99% میام واسه کله زدن. من صورتمو دارم، همینجا که دست بالا هست یعنی همین که گرفت صورت بالا آماده. دست چپم میره داخل، دست راستشو قفل میکنم. این آرنجی که بالا هست میرم واسه ضربه. حالا این تو سر خورد، باید تو صورت بخوره. دستی که ضربه رو زدم میارم پشت گردن نفر، اینجا آماده زانو توی سینه حریف یا شکم حریف. با همین دستم هول میدم پایین، اینجا دستم قفله. این مچ شکن رو نگاه کنید، این مچ شکن، این مچ شکن میکنم بالا.